الرحیم. الحمد لله الذي امر المؤمنين بصيام شهر رمضان فقال في القرآن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مدح الصائمين بقوله والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والصلاة والسلام على آله وأصحابه الذين أقاموا بأمر الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، ماه شریف رمضان یاد داشته باشید هنوز شروع نشده بود. من به شما تاکید کردم که ماه نوعی میگذرد که خبر نمیشویم، از دیدارش سیر نمیشویم. ببینید 2 روز دیگر باقی ماند از این ماه بزرگ. برگ تحمیل میکند رمضان، بار تودیع در دل اخوان. ماه فرخنده روی برپیچید و علیک السلام یا رمضان. الوداع ای زمان طاعت خیر، مجلس ذکر و محفل قرآن. مهر فرمان ایزدی بر لب، نفس در بند دیو در زندان. یار نادیده سیر زود برفت، دیر ننشست نازنین مهمان. پس انشاءالله 1-2 روزه که از ماه شریف رمضان آمده است، باید به طریق باید شاید با این ماه بزرگ خداحافظی کنیم و استدعا کنیم از درگاه پروردگار متعال که خداوند به خاطر طاعات و عباداتی که در این ماه انجام دادیم، به خاطر ختم قرآن که در این ماه ما و شما گذرانیدیم، پروردگار گناهان ما و شما را رحمت و مغفرت کند و پروردگار در جوار رحمت خویش ما و شما را مستقر گرداند. آمین. حدیث شعبانیه سلمان فارسی را شروع کردیم. باور کنید از 2 جمله بیشتر نتونستیم که شرح توضیح بدیم در 3-4 هفته رمضان. انشالله اندکی دیگرش هم شرح توضیح میتیم و امروز کوشش میکنیم که در موضوع صدقات، خاصتا زکات که فریضه الهی است، با شما صحبتی داشته باشیم. حضرت سلمان فارسی از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت میکنه در همون حدیث طویل که پیغمبر خدا فرمود من تقرب فی رمضان بخصلة من الخیر کان کمن ادى فریضة فیما سواه و من ادى فریضه کان کمن ادى 70 فریضة فیما سواه. هر کسی در ماه شریف رمضان یک عمل خیر انجام میدهد، یک کار خیری را مرتکب می شود، خداوند به او اجر ثواب فریضه را عطا میکند. مثل فرضی که در غیر رمضان انجام داده می شود، پیش پروردگار همو عمل نافله این شخص قرب و منزلت دارد. و خوشا به حال کسی که یک فرض الهی را در این ماه انجام دهد که در بدل خدای تعالی 70 فریضه را ثوابش براش عطا خواهد کرد. ببینید برای کاری اندک، عملی اندک، اجر ثواب فریضه را میگیریم. مثلا اگر در ماه شریف رمضان شخص صدقه نافله دهد، ثواب زکات میگیرد در غیر رمضان. اگر شخص یک نماز نافله خواند، ثواب فریضه الهی را میگیرد در غیر ماه رمضان. از این خاطر
چندین مراتبه تاکید کردیم که تمام شب تا صبح ندا می آید، ندای ملائکه‌ای که خدای تعالی او را مکلف گردانده است و موظف ساخته است برای دعوت. یا طالب الخیر هلم، ای طلب کننده کار خیر شتاب کن، شتاب کن که ماه رفت، تنبلی نکن. این 2 رکعت نمازی که در این ماه میخونی برابر یک فریضه الهی است. خدای تعالی برای هر یک فریضهش ببینه که چقدر اجر و ثواب برای بندگان عطا میکند که در عوض 5 نماز فرضی ما ثواب 50 نماز میگیریم. پس در این ماه که ماه طاعات و عبادات است، بخصوص صدقات و خیرات به نهایت اجر و ثواب بزرگ دارند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تشویق ترغیب کرد امت خویش را، فرمود من فطر فیه صائما كانت مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار وكان له مثل اجره من غیر ان ینقص من اجر الصائم شیء. هر کسی که در ماه شریف رمضان یک روزدار را با طعام افطار ضیافت دهد، در بدل خدای تعالی اولا گناهاش رحمت مغفرت میکند، ثانیاً جسم بدن این شخص را بر آتش جهنم حرام میگرداند و نهایت در نامه اعمال او به امر پروردگار آنقدر اجر و ثواب نوشته می شود که به هر یک روزدار به علاهیدگی داده می شود. اگر فرضاً 50 شخص طعام افطار دهد، اما اجر و ثواب 50 روزه رمضان در نامه اعمالش ثبت می گردد. ببینید چقدر فضل دارد، چقدر ثواب دارد. وقتی پیغمبر این سخن گفت، اصحابش اونایی که واقعا کمبغل بودن، امکانیت نداشتن، در تشویش افتادن، گفتن یا رسول الله لیس کلنا یجید ما یفطر الصائم علیه. ای پیغمبر خدا، گفتن همه ما قدرت نداریم که مثلا روزدار با طعام ضیافت کنیم، افطار دهیم، پس ما چیکار کنیم؟ از این ثواب محروم شویم؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ان الله یعطی هذا الثواب من فطر صائما على تمره او على شربت ماء او مضغة لبن. هر کسی که در این ماه شریف به یک روزدار حتی یک خرما هدیه میکند یا یک جرعه آب یا یک ذره از شیر هدیه کند، خدای تعالی همه اجر و ثواب براش میده. ببینید، یعنی برای کمبغلان هم شرایط امکانات به نهایت وسیع فراهم آورده است. امروز متاسفانه بخواهم به ما تلقین کنند که شخصی که کمبغل است باید که خیرات نکند. نه برادرو، کمبغل هم به قدر قوت خودش اگر یک کوشش به خرج بتر، لااقل به خونه همسایه‌اش یک کاسه شوربه بفرسته، انشاءالله نور علی نور میشود. همین قدر قدرت توانایی ما داریم. من هفته گذشته گفتم که متاسفانه ما آهسته آهسته کهری شده ایستاده ایم. با بهانه جهانی شوی، گلوبالیزاسیون، مردم ما تقلیدی به همو غربی ها را میکنن. در غرب اگر شخص خانه کسی دیگر، خانه یک رفیقش مهمانی رود، حتی میگویند که اگر پدر خانه فرزند خودش مهمانی رود، همون طعامش هم میبره همراهش. افسوس که همین درد در بالای ما هم سرایت کرده ایستاده است. در قرآن عظیم و شان خدای تعالی وقتی که صفت بنده های موقین، صفت بنده های واقعی را میکند، میگوید الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. آنانی که در سرا، یعنی در حالت نکوحالی و در حالت سیری و در حالت مرفه بودن، و در ضرا یعنی در حالت فقر، کمبغلی و تنگدستی حتی در راه خدا نفقه میکنند.
و غضب خودشون راه میگیرن. افسوس و صد افسوس که ما غضب خودمون راه گرفتن نمیتونیم، حتی در ماه شریف رمضان. و عفو میکنن گناه مردم اگر از کسی مثلا یک گناهی را دیدن. اینا محسن هستند. والله یحب المحسنین. خداوند بنده های محسن و نکوکار خویش رو دوست می‌دارد. پس باید در این ماه علی قدر حال هر کس یک کوشش به خرج دهد. ببینید در مذهب ما چقدر آسانگیر هستند. ما میگوییم که تا زمانی که مال به نصاب نرسد صدقه فطر مثلا واجب نمیشود بر شخص. اما در مذهب امام شافعی به خاطر همین فضل و ثواب ها میگویند هر کسی که طعام یا روزه داشته باشه صدقه فطر باید بده، اگر چند نصاب زکات ندارد، اگر چند فقیر است. در حدیث آمده است، حدیث قدسی است متفق علیه، امام بخاری و امام مسلم روایتش میکنن از راوی امت حضرت ابو هریره رضی الله عنه که خداوند متعال میگه گفت قال الله عز و جل، پیغمبر از نام خدا حدیث بیان کرده است. از همین خاطر این حدیث قدسی گفته می شود. قال الله عز و جل انفق یا ابن آدم انفق علیک. ای فرزند آدم می گفت از خدای تعالی تو نفقه کن در راه من تا من بر تو بذل خویش رو، ثواب خویش رو، رحمت خویش رو، برکات خویش رو نازل بسازم. وقتی که دست حرکت کرده جنبید انشاءالله از جانب پروردگار اجر ثوابش حاصل میکنی. انفق یا ابن آدم انفق علیک. ای فرزند انسان نفقه کن تا من برای تو نفقه کنم. حرک یدک انزل علیک رزقی. تو دست حرکت بده تا من که رزق روزی فراخ و وسیع برات نازل کنم، بفرستم. همچنین در صحیحین اومده است بر روایت حضرت ابو هریره که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود ما من یوم یصبح العباد فیه الا ملکان ینزلان. هر صبح پیغمبر خدا فرمود وقتی که یک نفر انسان بنده خدا از خواب میخیزد همیشه دو ملائکه در پهلوش هستند. فیقول احدهما، هر روز کار ادامه مییابد. یک نفرش دائم دعا میکنه اللهم اعط منفقا خلفا، پروردگارا به معطی به عطا کننده خلف ده، عوض ده. و یقول الاخر اللهم اعط ممسکا تلفا، دومش دعا میکنه که پروردگارا به شخصی ممسک بخیل تلف ده، یعنی که مالش تلف کن. دعای ملائکه خدا به درگاه خدا است. برای مسلمان اصلا بخل زیبنده نیست. از ابو سعید خدری روایت میکنه امام ترمذی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن. دو خصلت بدی هست که در مؤمن هیچ وقت جمع نمیآیند. مؤمن باید دارای این دو خصلت نباشه، البخل و سوء الخلق. اولش بخیلی، دومش بد اخلاقی. این دو خصلت شایسته مسلمان نیستند. از طرف دیگر وقتی که شخص صدقات میکند، صدقات نافله، در احادیث آمده است که خدای تعالی بلا و آفتها را از سرش دور میگردونه. در حدیث آمده است پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید لا یرد القدر الا دعا ولا یزید فی العمر الا الصدقه. قدر فقط دعایی وز میکنه، میتونه دعایی وز کنه. تقدیر، در برای تقدیر ما صحبتی مفصل داشتیم، امروز در این موضوع نمیستیم. ما گفتیم که تقدیر دو نوع میشود، تقدیر مطلق هست و تقدیر مقید. تقدیر مقید میتونه که عوض شود. در این موضوع اگر ما صحبت کنیم سخن مبادر آزا میکشد، یک پیش خود مقصد یک مرامی گذاشته ایم، نمیتوانیم که از عهدش براییم. یعنی که همون تقدیری را که معلق یا مقید است
صدقه نافله، صدقات خیرات میتونن که از سر آدم دور کنن و عمر انسان دراز کنن. حضرت مولوی در مثنوی شریف یک قصه آورده است بسیار مرغوب. گفت موسی را یک مرد جوان که بیاموزم زبان جانوران، تا بود که از بانگ حیوانات و دد عبرت حاصل کنم در دین خود. یک شخص، یک جوان صالح به دست نزد حضرت موسی آمد. گفت یا پیغمبر خدا، خداوند به تو زبان وحوش و طیور را یاد داده است. میدانی پیغمبرها تمام زبانها را میدانستند، به من میگه زبان حیوانات را به آموزان، شاید که از رفتار و کردار اونها، از سخن گفتن اونها به همدیگر برای خود یگان عبرت حاصل کنم. گفت موسی رو گذر کن زین هوس، که این خطر دارد بسه در پیش پس. عبرت و بیداری از یزدان طلب، نس کتاب از مقال و گفت و لب. حضرت موسی گفت ای مرد، تو عبرت بیداری را از خدا طلب کن. از حیوان تو از کجا عبرت میگیری؟ حیوان چه عبرت برای تو میتونه بده؟ تو خلیفه خدا در روی زمین هستی. خدای تعالی همه حیوانا را خدمتگاری تو آفریده است، در خدمت تو قایم ساخته است. از حیوان تو چه عبرت میگیری؟ عبرت بیداری را شخص باید از خدا طلب کنه که حقیقت دارد. حتی کتاب، حتی علم نمیتونن آدم بیدار کنن اگر خدا نخواسته باشه. چی بسا مردایی هستن که واهمه میکنن که ما قرآن را به چند زبان خوندیم، اما خدای تعالی از هدایت که محرومشون کرده است بدبختا را از سجده الهی محروم هستند. قرآن را نمیدونن که چی است، خوان دستش به 5-6 زبان نمیدوند که قرآن یعنی چی، قرآن با او چی امر میکند. فردا روز قیامت قرآن بر ضدش حجت میشود. عقل فراست ندارد. پس عبرت بیداری را هر یک مسلمان باید از خدا طلب داشته باشه، از خدا. گفت ای موسی رسول حق تویی، یأس باشد گر مرا مانع شوی. دماغش سوختی جوانه. گفت پیغمبر خدا هستی، همه امکانیت خدا برای داد است. اگر برای آموختن زبان حیوان که برای من بخیلی کنی، خیلی دیگه از تو دیگه چه بگم مقصد؟ من از تو گیلمند هستم. دماغش سوخت رفت. حضرت موسی به خدا مراجعت کرد. گفت موسی یا رب این مردی سلیم، سخره کردستش مگر دیوی رجیم. گر بیاموزم زیانکارش بود، ور نیاموزم دیلش بد می شود. حضرت موسی پیش خدا نیایش کرد که پروردگارا، همه جوان صالح است، جوان خوب است، اما ایرا شیطان وسوسهش کرده است، دعوا داره که به من زبان حیوانا را بیاموز. آخه اگر من ایرا زبان حیوانا را تعلیم بتم، میترسم که بر زیانش است، یگان ضرری به او میرسه. اگر نه آموزمش، نه دماغش سوخت است، شاید که دیگه نماز و مسجد هم ترک کند. گفت ای موسی بیاموزش که ما رد نکردیم از کرم هرگز دعا. امر خداوند شد که ای موسی گفت تعلیمش ده، ما دعای هیچ کس از کرم رد نمیکنیم. حتی وقتی که کافران از ما طلب دنیا میکنن دعاشون رد نمیکنیم، چی برسه به یک مسلمان؟ تعلیمش ده، در تقدیرش هرچی هست همون را ببینه. گفت موسی رو تو دانی هین رسید، نطق مرغ و سگ شود بر تو پدید. حضرت موسی دعوتش کرد. گفت این از زبان مرغا و زبان سگا را من بعد میفهمی، برای این عبرت بگی. نطق مرغ و سگ شود بر تو پدید. بامدادان از برای امتحان، ایستاد آن منتظر در آستان. خادمه سفره بیفشاند و فتاد، پاره نان جوین آثار زاد. صبح در دالان خانهش ایستاده بود، خدمتگارش رفت دسترخوان تکان.
آدمی ثروتمند بدست، آدمای ثروتمند با خدمتگار دارن، در درون دسترخوان یک تیکه نانی جوی بدست، همو از دسترخوان افتی. زمان پیش کوی نانی گندم، این نعمت، این لذت. در حدیث های صحیحی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است، مثلا در مسئله صدقه فطر قمح نه اومده است، گندم. در اون حدیث هایی که اومده است اونا ضعیفن، اما حدیث هایی که متفق علیه هست، بخاری و مسلم روایت کردن، حدیث هایی که به صحت رسیدن، در همه جا وقتی که میخونی میگه امر النبی صلی الله علیه و سلم بزکات الفطر صاعا من شعیر و صاعا من تمر او صاعا تمر و صاعا شعیر. پیغمبر خدا به صدقه فطر امر کرد، یک صاع جو یا یک صاع خرما. بعد حضرت عبدالله ابن عمر میگه که بعدا میگه مردم در جای این نیم صاع گندم اختیار کردن، زیرا گندم قیمت بود. افسوس و صد افسوس که در ما همو گندم اختیار کردن، قیمت صدقه فطر به گندم تعیین کردن 1.5 سومونی. آخه 1.5 سومونی باور کنه در حق همین کمبغلا جور است. 1.5 سومونی چی می شود؟ با 1.5 سومونی بیچاره ممکن هم 2 پروشکی بخوره، هیچ نمی شود، یا یک نون می شود. اگر همین را با خرما تعیین میکردن، یا مثلا در ملک ما مویز بسیار معروف است، با مویز، آخه مویز اومده است در اخبار صحیحه، با مویز اگر این را میگرفتن برای همون کمبغلا یک منفعتی بود. از همین خاطر برادرای عزیز، من از همش یک برادر اسلامی خواهش میکنم با همین با 1.5 سومونی اکتفا نکنه، باور کنه عیب است. لا اقل همی 5 سوم بتنو هیچ گپ نداره که همون کمبغل همی اگون فایده و منفعت ببینه. شخص مثلا صاحب 4 فرزند است، خودش همراه زنش 9 سوم میبره در یک فقیر میته، ای جانب 6 نفر. الحمدلله که خدای تعالی سیر پرمون کرده گیای. ببینه شخصی که ثروتمند است، خادمه داره، نان جوی میخور. ما امروز الحمدلله نان جواز کجا، نان دیم، آردی دیم دیگه قبول نداریم، آردی دیم دیگه خوردن نمیتونیم. در بود آن را خروس چنگرو، گفت سگ کردی تو بر ما ظلم رو. یک خروس چخونی میگیره، همون تکه نان جوی را میزنه نول میگیره. سگ هم بیچاره ای پشتی همون نون تخته استبده است. وقتی این کاری خروس دید گفت جوره نامردی کردی. خدای تعالی برای تو اینقدر نعمتهای فراوان داده است، کیر زمین میخری، دونه ها را میخری، در حولی مردم مدروی بیچاره چیزی کاری دیگه نول میزنی میخری. همین نصیبه ما یک گرد استخوانه یک نون خشک تو در همین نصیبه ما که چشم علا کنی تو نامرد بوده. کردی تو بر ما ظلم رو. پس خروسش گفت تن زن غم مخور، که خدا بدهد عوض زین دیگر. اسب این خواجه سقط خواهد شدم، روزی فردا سیر خور کم کن حزم. خروس گفت جوره پروا نکن، پگه اسبش میمره، حرام میمره، شکم سیری میخریش. اسب حرام مرد شکم سیری میخریش. از طرف دیگر در مردم پیش از اسلام، یعنی که در قوم یهود و نصارا، گوشت اسب حرام بود. اسب گوشت نمیخوردن، حتی گوشت شتر نمیخوردن، حرام گفته، چی برسه به اسب. اسب را بفروخت چون بشنید مرد. ای جونمر گوش کدسته. وقتی شنید که خروس میگه که پگه اسبش حرام میبره، اسب را بفروخت چون بشنید مرد، برد فروختش که بگذار در دست دیگه کس حرام میبره. پیش سگ شد آن خروسش روی زد، بیچاره خروس دروگوشی. گو فردا از ترش گردد سقط، مرسگان را باشد این نعمت فقط. گفت پروانه که پگه خچیرش میبره. این خچیر دیگه غیر سگ کی میخوره دیگه، آخی همه جمع لقمه ایت میشوه.
زود استر را فروشید آن حریص، یافت از غم و زیان آن دم محیص. بشینید داخل بدبخو به چورا یک جا بدونن که گپ شما بفهمم. در استر برد فروخت، جانش خلاص کرد. روزی دیگر آن سگ محروم گفت که خروس جوشخا کو تا کجوفت. روز دیگر سگ خروس قپید که تعمید شیطان بوده. گفت جوشخا یعنی بهودگو گزافگو، کوی وعدای کردگی. گفت استر را فروشید او شتاب، لیک فردایش غلام آید مسا. گفت این چکانی که خچیرش فروخته که پدر غلامش بمبره. مور داخل مگرم یگون چکنه یگون تعام کنه برای یک دو استخوناش به تو میرسه کو. این شنید او غلامش را فروخت، رست از خسران و رخ را برفروخت. شکرها میکرد شادیها که من، رستم از 3 واقعه اندر زمان. 100 بار شکر خدا گفت که همین زبان یارم میدونم جانم خلاص شدی، نه 3 بلا را ایسرم دور کردم. روزی دیگر روزی سوم گفت سگ با آن خروس که امیری کاذبان با طبل و کوس. تا گفت سرداری دروغگوها بود ایرات سیاه و همون تاجی در سر تاویزاند. گفت فردا خواهد و مردن یقین، گاو خواهد کشت واریس در حنین. نانی گوشت قربانی و نانهای تنک، بر سگان و سائلان ریزد سبک. گفت پروانه که پگه خودش میبره خچه فروخته نمیتونه کن. انا بعد واریساش مال میکشن، بعد انشالله نانی تنک نان گردچه و چپاتی را میارن در پیشت میمونن، خطی استخوان میزنی در جان شیرینت. گوش بینهاده بدان مردی حریص، میشنید او از خروسش این حدیث. چون شنید اینها دوان شد تیز تفت، بر در موسی کلیم الله رفت. رو همه مالید بر خاک او زیبیم، که مرا فریاد رسین ای کلیم. وقتی شیری داخل گوشاش چر گوش کرده است جانش بر اومد. این جان هم قدر شیرینی هست که شتابان و سراسیبک خونه حضرت موسی دوید. بعد روحا را در خاک شپید که توبه کردم پیش خدا التجا که برا بخیلی شنیدم. گفت تیر جست از شست پسر، نیست سنت کایدان واپس بسر. گفت تقدیر شده که تقدیر مطلقه، این اجل تقدیر مطلقه، این را هیچ دیگه بدل کرده نمیتونم. لیک در خواهم زینه کو داوره، تا که ایمان آن زمان با خود بری. چون که ایمان برده باشی زنده ای، چون که با ایمان روی پاینده ای. از دستی من گفتم خدر میگه که التجا میکنم که خداوند جان ای را به ایمان قبض کرد، در آخران لحظه حیات با کلمه شهادت جانش قبض کرد. انشالله با ایمان که رفتی آخر دنیا با این قطع نمیشه و کو دوام داره انشالله. به حضرت مولوی نصیحت میکنم چرا این قصه را آورده است. مولوی بیکار بود که قصه میگفت. مرگ اسب استر مرگ غلام، بود قضاگردان آن مغرور خام. آنمو مرگ اسب مرگ خچیر مرگ غلام یا قضاگردان انسانن. حضرت ابو سعید ابوالخیر یک روز بالای خر میرفت، از بالای خر ناخست افتی در زمین زد. تلپستش برمد چند خاک خیست ایجاش الحمدلله گفت. گفتن یا شیخ آخه ای خر غلطیدی با میگوی الحمدلله. گفت این غلطیدن حق بود، در تقدیرم بود. الحمدلله که یگو جمله شکسته مردم. مرگ اسب و استر مرگ غلام، بود قضاگردان آن مغرور خام. دست کی جنبد به ایثار و عمل، تا نبیند جاده را جایش بدل. خب یک ماشین نکسی به دست رقمش 87-86 در راه مانده است، راه بند کرده است،
برادر عزیز ماشین تا بگی از راه، در اونجا مردم نماز میخوانند. الحمدلله که این مسجد ما از راههای مرکزی دورتر است، ما را قدر مشقت نمیتن. و ایلو کسایی که مثلا مسجد امام بخاری را دیدن، مسجدای سری راهی را دیدن، میدونن که چقدر مشقت میشود. خواهش میکنیم همین راه را نبنده. نمازخونا میآیند در بالای همون اسفالت بیرون هم جای نماز میپرتویند، مردم نماز میخوانند. خواهش میکنیم اولش که راهی ماشینا را نبنده. خدای نکرده یگان سوختار میشود یا یگان واقعه دیگر میشود، یک شخص مثلا بیمار میشود، یاری تعجیلی فی الفور لازم شود، همون بیچاره از کجا راه میابند میآیند. گفتیم ما که در همین 112 اونم سری ره در لب کانال بچه های قزاقان یک چی دارن، جای ایستگاه ماشیناست تایین که بیچاره التماس کردن که همین روز جمعه به پول خدمت مردم هم بکنیم. او قدر راهی نیست که آخی از همونجا با قدم زده بیا انشاءالله اجر ثوابی بیشتر و زیادتر کسب بکنیم. خواهش میکنیم همین راه ها را نبنده که اگر وقتی راه ها بسته شد و شکایت شد بعد همیشه عملی سبوران میشود، بعد دیگه نمیگذارن مردم با باشین بیاین. خوب صحبت خدمانه دوام میدهیم. دست کی جنبد به ایثار و عمل، تا نبیند جاده و جایش بدل. تا شخص فایده و منفعت نبینه هیچ وقت دستش به خیر و به احسان نمی جنبه. اگر برادر و عبدجان اجر و فایده را از خدا نمیدید، وقتی که در مسجد آوردن هیچ وقت $1000 برآورده و در پول از خودش ادا نمیکرد. اگر برادرای عزیزمون مثلا حاجی امردین صدها آدم از تو خیناباشون بگیریم از حد میگذره، اگر این ثواب نمیگرفت، اگر نمیدید که خدای تعالی در کارش برکت میتکو، مثلا چی میگنش کفیلای بیرنه با خدا نمیگرفت. یا نام دیگر دوره و همی کفیل در زبانی من اومد، سیرانیتش میگن چیش میگن. یعنی که تا آدم فایده و منفعت نبینه هیچ وقت دستش به خیر پیش نمیره و مردم فراموش نکنه. تا نبیند کودک کیسه به هست، او پیاز گنده را ندهد زیده است. این هم یک طفله که به عقل در دستش یک پیاز باشه، پیازای همی کونی کبرای دستش بکش بگی گوشی فلک کار میکند. انا یا سیوه که سرخی نازنین بر بتش بگو ایره بگی او که خواهی پرتوش میگیرم میپرتویش. تصور کنه که ما پیاز میتیم در ایوازش سب میگیریم، ما مال دنیا میتیم در ایوازش هم خیر دنیاوی و هم خیر اخروی میگیریم. آن یک سلام نشنوی ای مرد دین، تا نگیرد آخرت آن آستین. هر کس چیزی میته به منفعت میته، به یک طمع، به یک غرض میته. حتی یک سلامت میته نبو به غرض است، جوابی سلامش ندادی فردا روز قیامت از کشتلت میگیره پیش خدا ده، بعد از ثواب و از حسنات طلب میکنه میگیره. آن که بدهد به امید سودها، او خدای است، او خدای است، او خدا. فقط خدای بزرگ است که یگان سود و طمع از ما نداره. عبادت مفرمیده است برای خدمت، قیام شب مفرمیده است برای خدمان، صیام نهار مفرمیده است برای خدمان، که فردا روز قیامت به بی‌ضاعت مفلس نباشیم، همراهی باید توشه داشته باشیم. و الهی خدای بزرگ بی نیاز است از طاعت عبادتی ما، احتیاج به طاعت عبادتی ما ندارد. پس ببینه که خیرات و احسانات چقدر فضیلت دارن، چقدر اجر ثواب برای انسان میتوانند که برسونن. خاصتا زکات مال، زکاتی که فریضه الهی است، زکاتی که خدای تعالی در گردن ثروتمندای این امت آن را فرض گردانده است. ثروتمند چی کس است؟ ثروتمند مدیر انبار، مدیر انبار خدا، زیرا او مال خدا است. صاحب مال پروردگار است. تصور کنه که صاحب مال و صاحب انبار با مدیر انبار مکتوب بنویسه که رئیس کلان به فلانی را یک خلطه آرته یا فلان چیسته، مدیر انبار را دو قورشه میکنه، حدی اقل از کار میگیرش یا میتونه برای زندانیش کنه. پس اون ثروتمندایی که مدیر انبار خداوند در روی زمین هستند،
از صاحب انبار و صاحب این دنیا و صاحب آسمان ها و زمین ترس ندارن، زکات مالشون نمیتن، وای وای به حالشون که بسیار احوالشون بد خواهد بود. زکات چی است؟ زکات پاک ساختن، تازه ساختن. خدای تعالی در قرآن عظیم شان به حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم امر کرد: استعیذ بالله خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم. ای حبیبی من گفت از مال ثروتمندان زکات بگیر و توسط ستاندن زکات پاک و تازه و طاهرشان گردان و در مال و ثروتشون برکت عطا کن. تزکیهم یعنی با برکتشان گردان و صلی علیهم و در حقشان دعا کن، زیرا دعای تو سکینه قلب اونا هست، آرامش قلب اونا هست. خداوند سمیع است، شنونده است، علیم است، از همه کاری ما باخبر است، میداند که چیکار میکنیم، با چی نیت میکنیم. پس فراموش نکنید که این حق پروردگاره، حق پروردگاره باید ما ادا کنیم. شخصی که نفس خودش از دادن زکات منع میکنه، حق خدا را منع کرده است. با انسانان به خدا بخل میورزه. وای به حالش، وای به حالش. پس زکات باید که به یگان گفتگو پرداخته شود، در اون صورت شر از ما دور می شود. خدای تعالی مال ما را در یک حصن حسین، در یک قلعه دیواراش بلند پنهان می دارد که انشالله از ورشکستگی، از مفلسی نجات می یابیم. در حدیث آمده است، حدیث مرسل است اما مرسل قوی است. مرسل قوی نزد احناف الحمدلله حدیث محتج بهی است. امام حسن بصری مرسلا از خدا روایتش کرده است، یعنی که در اینجا نام صحابی ذکر نشده است. اگر چند امام حسن بصری پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندیده است، اما ثقه بودن حسن بصری که نزد همه آشکار است. همه میدونیم که حسن بصری کی بود؟ از اعلم تابعین بود. روایت میکنه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: حصینوا اموالکم بالزکاه و داء مرضاکم بالصدقه و استقبلوا امواج البلاء بالدعاء و التضرع. یعنی پیغمبر خدا فرمود مالهای خود را توسط زکات دادن حفظ کنه، در حفظ در امان پروردگار باندازه و بیماری هاتون توسط صدقه از خدای تعالی طلب شفا کنه. این صدقات خیرات در بدن بیمار نیز نگاه کنه، فایده و منفعت داره. و بلاهای را که بسر تو میآید، این موج بلاها را توسط دعا و التجا و گردن کج از خدا طلب کنه که دور بسازد. انشاءالله خداوند این را از شما دور میگرداند. پس ببینید چقدر فضیلت است، چقدر ثواب است. آخه خدا نعمت داد است و ما بکم من نعمت فمن الله. هر نعمت میگه در دست شما است، خواه مال و ثروت است، خواه خانه و در است، خواه زن و فرزند است، خواه جیپ و مرسدس است، همه از خدا است. تو نه در مال خدا بخیلی کنی. از روی عقل و فراست این است که یک مسلمان در مال خدا بخل بورزه، بخیلی کنه. در حدیث است، امام مسلم روایت کرده است، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: یا ابن آدم ان تبذل الفضل خیر لک و ان تمنعه شر لک او و ان تمسکه شر لک والید العلیا خیر من الید السفلی. ای فرزند آدم، میگه خدای تعالی، اگر به شرطی که بذل خدا، یعنی که اون نعمت ها و ثروت های خدا به تو داده است، نفقه کنی در راه خدا، برای تو خیر است، برای تو نعمت است. اگر نگاهش داشتی برای تو بسیار بد است. وای به حالت.
با کی را نگهش می‌داری؟ زر جمع کنی برای 3 بیگانه، شوی زن، داماد و عروسی پسرت. اونا میخنن در راحت معیشت، عذاب و عقابش همش در سر ایت میغلطه. برای هر یک سومت پیش پروردگار جواب میگوی. حکم بسیار سخت است، بسیار شدید است. والید العلیا خیر من الید السفلی. دستی بالا همیشه از دستی پایان بهتر است، پیش خدا محبوب تر است. دستی بالا یعنی دستی دهنده، دستی پایان یعنی دستی گیرنده. ای کاش این مردم ما لذتی انمو صدقه و نفقات میچشیدن، مثل حاتم توی میشیدن. و این یک لذت داره. یک بنده مسلمان خشنود کنی، از این دولتی بزرگ میشود. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت افضل العبادات بعد الفریضه ادخال سرور فی المؤمن او فی قلب المؤمن. بهترین عبادت ها بعد فریضه خدا داخل کردن خوشی و خرسندی در قلب یک مسلمان است. زنی دستی کرم بکشا و زنی مردی کنه دستی کرم بکشا که زر مرد را بحری کرم زن را برای زیور است. و تو زنک نیستی میگه کو 3 پچکایی 200 گرمه و 300 گرمه کنی در گردنت کشول کنی، چلاهای کیلو و نگینش از بریلیانت کنی و در دستات بزنی. آخه این از زن است، این زینت زن است. تو مردی، کیلو و نقره و مال و ثروت مرد برای انمو نفقه کردن است. نام مرد از نفقه هاش زنده میمونه. زنی مردی کنه دستی کرم بکشا که زر مرد را بحر کرم زن را برای زیور است. او زنک ها هستن که او را زیور اولاد میکنن. برای ما ببینه خداوند حرامش گردونده است. درست نیست. غیر چله نقره یگان اولاد یگان چیزی دیگرش برای مرد درست نیست. عاشقی همیان شدی لاغر میانش کن زی زر. عاشقی همیان شدی لاغر میانش کن زی بازل. حسن معشوقان رعنا در میان لاغر است. حضرت جامی را ببینه چه زیبا گفته است. عاشق همیانی، عاشق کفچق پولی میانش از بازل باریک، زیرا که حسن جمال دخترها در کمر باریک شونه. از این خاطر مرد واقعی باید که چجای زکات حقی پروردگاره. اصلا در صدقات و در خیرات هم جوان مرد باشد، در صدقات و در خیرات هم همیشه پیش دست باشد. یک برادر تاجر است قصه کرد، گفت در ارومچی با شاهدی واقعه شدیم که یک برادر یک اویغور 160,000 دلار زکات مال داد. اگه خدای تعالی مال و ثروتش از این زیاد کنه، ببینید 2.5 فایز مالش 160,000 دلار شده است. 160,000 دلار در راه خدا نفقه داده. روی حق پروردگار است. باید این را به فقرا به بنده های خدا برسونیم. در ما چی واقعا میبینی؟ الحمدلله شماره زکات دهنده ها سال به سال زیاد شده ایستاده است، اما در برابر یگان حساب و کتاب دقیق نیست. شاید 90% ثروتمندا از زکات هم قیبا باشن، از زکات هم بگریزن. بعضیش در پیشش نام زکات هم میگیری سردردش میگیره. بعضیش گمان میکنه که برای خود طلب میکنی. باور کنه فریضه الهی است. خیلی میگن ما نکیه موضوع دیگر را بگو چی تا زکات چی؟ سبحان الله، آخه این فرض خدا است. زکات مرتبه و منزلتش از همین روزه در بالا است. روزه ای که ببینه یک ماه در این موضوع صحبت کردیم، هر شب ما الحمدلله در این مسجد صحبت ها داشتیم، هیچی ایصد یک فضیلت چه گفتن نتونستیم. ثواب زکات از ثواب روزه بالاتر است.
در 82 موضع خدای تعالی زکات در پهلوی نماز نوشته است. بعد نماز دویم عبادت بزرگترین در روی زمین زکات است. دویم وسیله به خدای تعالی قربت جستن زکات است برادرای عزیز. پس باید که بسیار بسیار در این مسئله هوشیار باشیم، زیرک باشیم، با عقل باشیم. حدیث امام ترمذی است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: السخی قریب من الله، قریب من الجنه، قریب من الناس، بعید من النار. شخصی سخاوتمند به خدا نزدیک است، به جنت المأوا نزدیک است، به مردم نزدیک است. مردم دوستش می‌دارند. شخصی سخاوت پیشه را دوست می‌دارند مردم. و دور است از آتش جهنم. والبخیل بعید من الله، بعید من الجنه، بعید من الناس، قریب من النار. در صورتی که شخصی بخیل از رحمت خدا دور است، از نعمت خدا که جنت است محروم است، از مردم دور است. مردم هیچ کس آدم بخیل دوست نمی‌دارند، یگان کس. و قریب است به آتش جهنم. والجاهل السخی خیر و احب الی الله من عابد بخیل. پیغمبر میگه شخصی جاهل بیسواد سخاوتمند در پیش پروردگار از عالم، از عابد بخیل دیده مرتبه و منزلتش بالاتر است. بفهمی؟ در رخ مردی سخی نوری خداست، زان که در جنت قرین مصطفی است. حق تعالی بر در جنت نوشت این که جای اسخیا باشد بهشت. اسخیا را با جهنم کار نیست، جای ممسک جز درون نار نیست. شیخ عطار گفته است. از این خاطر باید که توسط صدقات و خیرات، توسط احسان به رحمت خدا هرچی بیشتر و بیشتر خودمون نزدیک بسازیم. اما این صدقات و خیرات باید از پول حلال باشه برادرای عزیز. اگر از پول حرام باشه او صدقه نیست. شخصی که از پول حرام مثلا مبلغ به دست آورده است، اگر میخواهد که اما حرام از سرش دور شوه، باید به فقرا و حاجتمندان همو پول بده. به صدقه گفتن، به نیت زکات و صدقه، برای عزیمش ساقط کردن همو حرام. شاید که خدای تعالی گناهش ببخشه. اما زکات، صدقه فطر باید از مال حلال داده شود. او مالی که پیش پروردگار مقبول است، او مالی که پیش پروردگار قرب منزله دارد، مال حلال است. حدیث متفق علیه است. حضرت ابو هریره روایت میکند از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که حضرت فرمود: من تصدق بعدل تمرة من کسب طیب ولا يقبل الله الا طیب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. هر کسی که از مال حلال خود اقلا یک خرما را صدقه میکند، یا چیزی که به مبلغ یک خرما است اگر صدقه کند از مال حلال، از کسب حلال خودش، و در دوامش میگه که خداوند غیر کسب حلال و مال حلال دیگر صدقات قبول ندارد. پس این چیزی حلال خدای تعالی با یمینش میگیرد، یعنی که در تحت سرپرستی خود قرار میدهد و تربیهش میکنه. مثل که یک نفر شما مثلا تویشه را تربیه میکنه که اسب کاری کلان میشوه، خدای تعالی همون صدقه کردگی تر تربیه میکنه که حتی مقدار یک کوه میشوه. میگه همون آیسته آیسته قدر یک کوه اجر ثوابش زیاد میشوه در تربیه پروردگار، به شرطی که از مال حلال باشد.
از نفقه حلال باشد. از این خاطر وقتی که برادرای عزیز زکات میتین همه چیز در نظر داشته باشید. زکات از چی ها داده می شود؟ حکمش هم کمتر بیان کنیم. طبق احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم زکات اولا از ثمانیات است، از طلا و نقره. در حکم ثمانیات بانکنوت ها میدرویند. بانکنوتش نمی پول کاغذی، همون اکسیا و پاکسیایی که از بانک هستند همش در حکم بانک همون ثمانیاتن، یعنی در حکم طلاواری. از همون باید زکات پرداخته شود. خب از طلا از 20 مسقال نیم مسقال داده می شود. 20 مسقال تخمین 93 بیش از 93 گرم می شود. زیرا که در مسئله مسقال اختلاف ها هست. مثلا من در یک خاموس دیدم مسقال با وزن حاضره 4 گرم و 4 از 168 گرم گرفتیم. در قاموس دیگر دیدیم 4 از 164. اگر 4 از 164ش بگیریم پس این 20 مسقال می شود تخمین 92 از 8 گرم. اگر به شرطی که 4 از 168ش بگیریم که به حقیقت نزدیکتر است، در این صورت می شود 93 از 6 گرم. در همین مقدار طلا الکی زکات واجب می شود. یا اگر به همین مقدار پول داشته باشی، امسال شورای علما همین را تعیین کردن، یعنی همون 93.5 گرم $2800 تعیین کردیم. از $2800 $70 زکات باید پرداخته شود. هر وقتی که خمس اضافه شدن میگیرد به مقداری همون زکات دادن میشه. مثلا در $3000 الکی $75 می شود. در $3200 $80. ببینید در هر $200 $5 همین خیلی رفتن میگیرن. چی قدره که پول زیاد شود. اما کسی که از $2800 کمتر پول داره در اون صورت بر او زکات نیست، صاحب نصاب زکات نیست. اعتبار کرده می شود اول سال و آخر سال. مثلا این در رمضان یک شخص بالفرض صاحب $2800 شد، شو چه کلوچت می شود. تو ژرگون قطعی نزنیم بعضی ها نمیفهمن. از همین وقت حساب شروع می شود. رمضان دیگر اگر به شرط همین $2800 در دستش باقی باشد، از همین $2800 الکی $70 زکات میده. شاید که خدای تعالی برکتش بده تا رمضان دیگر $28000 شود پولش. در این صورت $700 زکات میده. اگر مثلا در بین سال در ماهای فرض کردیم ربیع الاول، ربیع الاخر و غیره و هکذا تمام پولش نیستم شود، در آخر سال با پیدا شود زکات حتما میده. او گفته نمیتونه که من 4 و 5 با بانکروت شده بودم. همیشه اول و آخر سال اعتبار میکنن. خب این در بانکنوت و در طلا بود. در نقره 200 درهم شرعی که برابر میآید به 140 مسقال. 140 مسقالش تخمینا شاید که 651 گرم باشه به حساب تخمینی. در همین قدر نقره. اما از بس که نقره در ملک ما و قدر نفوذ نداره، معاملات بیشتر به طلا هست، از همین خاطر نقره را صرف نظر کنه، با همون طلا حساب کنه بهتر است. در زیورات نیست، موافق قول امام اعظم ابو حنیفه زکات حتمیه. زیورات زنها مثلا گوشوار و چله و امثال اینا. در چی زکات نیست؟ از سنگ‌های قیمت بها، مثلا در الماس زکات نیست، زکات نداره. در عقیق، در لعل، یشم و امثال اینا که مثلا سنگ‌های قیمت بهایی که داشته میشوند که فیروزه امثال اینا، در اونا زکات نیست. اما در خود طلا اپروا زکات حتمیه، زکات باید بدی. به هم مقداری 92 از 8 یا که 93 از 6، همین 92 از 8 بگیریم بهتره. زیرا که برای احتیاط اگر ما کمتر
مورد نصاب قرار بدیم خوبتر میشود. زمانهای پیش کی گرم بود؟ مثلا تقسیم کردن میگفتن یک مسقال 24 قیراط ای، هر یک قیراطی مثلا چند دانگای، هر یک دانگش 5 دانه جوای. خیلی حساب کردید سر حساب کار گم میشود. امروزی طریق حساب کردن نمیتونیم. از همین خاطر با گرم اگر بگیریمش انشالله نور علی نور میشود. خب در چاروا در حدیث های پیغمبر اومده است در چاروا زکات واجب می شود. مثلا در شتر، در 5 شتر یک گوسفند واجب می شود. تا 9 شتر حکم می است. 10 شتر کشید 2 گوسفند می شود. 15 تا ده 3 تا، 20 تا ده 4 گوسفند. 25 شتر کشید یک بنت مخاض، شتر بچه یکی دبرو. به شتر بچه که یک سالگی را بود کرده است قدم درده مونده است میتا. از بس که در این ملک سرزمین ما شتر پروران هستند، از این خاطر من شما را وقتتون زیاد نمیگیرم. با شتر همین قدر اکتفا میکنیم که در 36 شتر بچه 2 برو میشوه، در 46 3-4 برو میشوه. همین شکل خطی میره. بعد مثلا در 71 جزعه یعنی شتری 4 ساله کامل دیگه واجب میشه. با همین شکل دیگه همین ادامه یافتن میگیره. بعد تایی و 3 تایی میشه. گاو مالدار هستیم ما الحمدلله. در 30 گاو یک گاو واجب میشه. یک طبیع یا طبیعه. طبیع گوساله یکی دبرو را میگن با قچشه. طبیعه مادیانشه غنجینشه میگن. وقتی که گاو چیل تشید فقط گاو حساب نمیکنی. اما یک گاوی کلون باشه اگر 29 گوساله دیگه هم قطیش باشه زکات واجبت میشه. اما اگر همه 30 تا همش گوساله باشه نمیشه. یک گاو قطیش هم باشه زکات واجب میشه. وقتی که عدد گاوها به 40 رسید یک مسین یا مسینه واجب میشه. یعنی یک گوساله 2 برو، خواه نر باشه خواه ماده. وقتی که 60 شید 2 طبیع 2 تا یکی دبرو، 70 شید یک طبیع یک مسین. همه که رفتن میگیره دیگه بولو. در گوسفند الحمدلله مردم گوسفندا را در ما زیاد شدیان. سوال زیاد میشود در مسئله گوسفند. در 40 گوسفند و بز یک گوسفند واجب میشود. در 40 دانه تا 120 حکم همیه. ببینه این خدای بزرگه تا 120 را همه یک گوسفند ای. 121 تا کشید 2 تا میشه. تا 200 همه 2 تا ای. 201 کشید 3 تا میشه. تا 399 3 تا ای. 400 کشید 4 تا. بعدا در هر 100 اضافه میشدگیش یک گوسفند اضافه میشود. این زکات برادرای از حکم پروردگار است و خدای تعالی ایره طلب میکنه. افسوس صد افسوس که شیطان وسوسه میکنه. بعضیا قانونوار میگن این کمال و ثروت چی برونیم بتیم به مردم؟ ما جمع کردیم پول جمع کردیم برای چی مثلا یک آدم تنبل خوجه دم برآوردن میدادم؟ تو در آدم تنبل خوجه نمیتی، تو در پروردگار میتی. او زکات تو به خدا میتی. یعنی که از جانب پروردگار همون فقیر بگذار تنبل باشه مولا قبول میکنه. یعنی که تو مزد و منتداری را از پروردگاری خودت میگیری. از این آدم طلب نکن. لا نطعمکم لوجه الله. بزرگای خدا صحابه های پیغمبر وقتی که به کسی چیز طعام دادن لا نطعمکم الا لوجه الله میگفتن. ما تو را به خاطر وجه خدا و رضای خدا میتیم. ما از تو شکرگزاری را طلب نداریم. شکرانه ما را نکن، شکر پروردگار را کن. ما تو را به خاطر خدا دادستیم. از این خاطر است که بعضی ها حتی صدقه هاش را پنهانی میتن، صدقه را سیرن میتن. زیرا خدای تعالی در قرآن تاکید کرده است، میفرماید ان تبدوا الصدقات فنعم ما هی. اگر شما صدقه را آشکار داده برای شما یک نعمت بزرگ است، خیلی اجر ثواب دارد. و این تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم.
اما اگر این صدقه را شما پنهان بدارید و به فقیرا و به اشخاصی که مصرف زکات هستند عطا کنید، برای شما بهتر است، اجر ثواب زیادتر میگیرید. ببینید از این خاطر پنهانی میتن. اما الحمدلله که فقهای مذهب ما تاکید کردند که همین زکات از اینجا استثناء است. زکات آشکار دادنش اولاتر است. چرا؟ زیرا سبب تحریصی دیگران می شود. مثلا یک جوانمرد برابر زکات مالش در یک کمبغل داد، یک کسی دیگه در پهلوش ایستاده است، تو همون چنه عقلش کار نمیکرد، ناخواست خداوند هدایتش میکنه، این مرد که خوب میگه من از تو چی کمی دارم که تو زکات مال تا میدادی، تو بندگی خدا را ادا میکردی، من این بدبخت نمیکردم. بسیاری مردم همه کوشش میکنن به همدیگر مسابقه داشته باشن در همه کار. یک از خانه ده اتاجه کرد، همسایه‌اش کوشش میکنه سه اتاجهش کنه. از این خاطر این بسیار مؤثر است. وقتی که شخص زکات آشکار بده بسیار مؤثر است، برای دیگران تاثیر میرسونه. بعضی همون ثروتمندان خصیصی خوب مردخیل هستن که دعواش و همی است، میگه هیچ که زکات نمیده. اگر در پیش همین ابله ها یک خد زکاتی باشه بپردازه، بعد اندیشه میکنن که آخه مردم میداد یا کو. زکات فریضه پروردگار است، به هیچ وجه جانت خلاص نمیشه. تا وقتی که زکات مال ندادی، اون مال برای تو و برای فرزندات حرامه. وقتی که از مالی که زکاتش ادا کرده نمیشود، زن و فرزندای خودت طعام دادی، فردا روز قیامت همون کودکای خودت از گریبانت میگیرن که پروردگار و همین پدر ما را با لقمه حرام تربیت کرد. فردا دامنگیرت میشوند. او زن خیال میکنی که نوتا میبخشه، همه او روزهای گرفتگی تا و نمازهای خوندگی تا میزنه میگیره که لقمه حرام داد، نفقه در ذمه‌اش فرض بود، از مال مرا طعام داد که زکاتش برآورده نشده بود. زکات و زکوه پاک ساختن است، ذبح ساختن است. مال تا ذبح میکنی پاک و تازهش میکنی. افسوس و صد افسوس که وقت من تمام شد. انشاءالله ما متاسفانه نتونستیم که در موضوع مصرفای زکات، کسایی که زکات بر اونا مثلا واجب می شود، کسایی که حقی گرفتن زکات دارن، همچنین درباره حکم اشخاصی که زکات مال نمی پردازن که اونا را چه انتظار است با شما صحبتی مفصل کنیم. انشاءالله در این موضوع ها اگر خدا کرده باشد در روز عید فطر صحبت اونا ادامه خواهیم داد، زیرا که الحمدلله که عیدم نزدیک آمد، روز دوشنبه عید است، باز صحبت ما انشاءالله ادامه خواهد یافت. تأکیدتان میکنم که شورای علما قرار قبول کرده است نماز ساعت 7:30 ملکه دایر می شود. از این خاطر بر وقتتر بخیزید، کوشش کنید که در هم مسجدی که نماز عید می خواهید ادا کنید، بیایید نماز بامداد در مسجد بخوانید، با ذکر خدا مشغول باشید. انشاءالله کسی که رو به سوی قبله نشسته است و ذکر خدا را میکنه و یاد خدا را میکند، خاصتا در روز مثل عید شریف فطر که روز مجازات است، روز پاداش است، ما به خاطر خدا یک ماه روزه گرفتیم، به خانه خدا برای هدیه گیری میاییم. مزدور کار میکنه، کاری که خلاص کرد پیش صاحب بار یا صاحب کار میآید که حق ما را بده، ما حق گیری میاییم. در چنین روز شخص اگر رو به سوی قبله نشیند، از خداوند متعال اگر طلب رحمت، طلب مغفرت، طلب زیادی رزق روزی کند، پروردگار هرگز او را محروم نمیگذارد. بر زمین ملائکه ها در حقش دعا میکنند اللهم اغفر له، پروردگار را مغفرت کن گناهاشا، اللهم ارحم، خداوند را رحمتش کن، خداوند را نگهبانش باش. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. این روز سعید از اهل مسلمانان جمع آمده برای تمام بیماران مسلمان و اپی من که به صدمه در شب لیلت القدر دچار گشت، دست جمعانه از درگاه خداوند بنده نواز یک کف دعا طلب دارم. او با همراهی شوهرش، پسرچه‌اش، مادر شوهرش در وزنین خانه تا حال بیهوش خوابند. دعا میکنیم پروردگارا رحم جان این بیچاره ها، بنده های عاجز بخور،
و خداوند از خزانه غیب خویش در این ماه شریف، در این روز سعید، در این مکان که مقدس ترین مکان است، پروردگار رو براشون یک شفای کامل عاجل عطا فرما. و دعا میکنیم در حق تمامی برادرای مسلمان، هر کسی که باشد، در هر جایی باشد، که ای خدای بزرگ شفا است، همه بنده ها امید به رحمت دارن، خداوند رو براشون شفای کامل عاجل عطا فرما. خوب یک برادر گفته است که همسرم برادر در حالت بیماری وزنین به در حقش دعا کنه. دعا کردیم، بازم دعا میکنیم خداوند رو به بیمارا شفای کامل و عاجل ته. به یادم رسید که بابای بیان یک نفر ساکن محلمون التماس کرده بود هفته گذشته که در حق زوجش دعا کنیم، زوجش بیمار است. اما از بس که هفته گذشته چنان که یاد دارید نماز